اگر قلب انسان فاسد و تباه شود، تمام بدن انسان فاسد می شود. چطوره که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند: بدانید که در بدن پاره گوشتی است که اگر اصلاح شود تمام بدن اصلاح می شود و اگر تباه و فاسد شود تمام بدن را به فساد و تباهی می کشد. آگاه باشید که آن پاره گوشت قلب است. این حدیث را بخاری و مسلم و ابن ماجه از نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت کرده اند. بله برادران عزیز، اصلاح شدن عملهای انسان وابسته به اصلاح شدن قلب اوست که همیشه از او عملهای نیک و صالح صادر می شود و فاسد شدن عملهای انسان نیز وابسته به فاسد شدن قلب اوست که همیشه از او کارهای بد و ناروا صادر می شود. برادران و خواهران عزیز، قلبهایتان را با طاعت و عبادت و با ذکر و تلاوت قرآن و دوری از گناهان اصلاح نمایید تا تمام بدن شما اصلاح شود و عملهای نیک از شما صادر شود. خصوصا از 4 چیزی که قلب را فاسد می کند قلبهایتان را پاک سازید. یعنی از کینه و حسد و بخیلی و دشمنی پرهیز نمایید که اینها قلب را می میرانند و فاسد می کنند. خدایا برای ما قلب سلیم نصیب و روزی بفرما و قلبهای ما را به صلاح بیار. آمین یا رب العالمین. والسلام علی من اتبع الهدى. دارم گناهی به عدد، یا رب مرا رسوا مکن. از لطف تو خواهم مدد، یا رب مرا رسوا مکن. ای خالقی ارض و سما، ای مشفقی شاه و گدا. جرمی مرا من ما بما، یا رب مرا رسوا مکن. نامم به شیخی شد علم، سوزد